طوری که شما شاهد آن هستید زمستان امسال نسبت به سالهای پیش چه از نقطه نظر بارشات چه از نقطه نظر حرارت هوا خیلی سرد و خیلی مشکل بود. ما کوشش کردیم که راههای ولایت گشوده باشند، بازار محصولات داشته باشد، مردم به گرمی، به نیروی برق، به آب دسترسی داشته باشد. در عموم اگرچه به ما میسر شد که قسمت زیاد عهدهداری خود را اجرا کنیم، ولی از طرف دیگر مشکلات های جدی نیز وجود داشتند، از جمله تامین اهالی دهات با قوای برق از سبب کمچینی آب، از سبب سردی هوا و فرسوده گردیدن سیستم آب و تشناب اهالی شهر یک قسمت از آب بی‌نصیب گردید و طوری که شما دیده ایستادید امروز کار عوض کردن سیستم آب و تشناب خیلی با صورت بلند ادامه دارند. هم با داشتن زیرکی سیاسی اهالی مسئله آماده باشی امروز هم این کارا ادامه دارند. طوری که پیشوای ملت ابراز داشتند تاجیکستان با سیاست داخلی دولت یگان کار ندارند. این اختیار هر خلق است، هر دولت است کدام ساخت دولتداری را پیشه کند. مقصد ما فقط این همسایگی آسایشته، این تامین صلح و ثبات و این تامین نمودن همکاری اقتصادی اجتماعی با دولت‌های همسرد و همسایه می باشد. مسئله حفظ الصحت در مسئله معارف، در مسئله سوء اجتماعی، در مسئله سوء اقتصادی به نتیجه نظررس نائل شدیم و طوری که شما شاهد هستید هم اجرای بودجه هم اجرای خراجات نسبت به نقشه 110% بلندتر اجرا گردید. بهار هم بهار خیلی فریب کننده بود. هوا در روزا اول سرد بود، بعد گرم شد و باز سرد شد، ولی به ما میسر گردید که در کل قلمرو ولایت کشت و کار را در وقت با صفت نسبت به سالهای پیش بهتر به انجام رسانیم و او سپارشی که سروی پیشوای ملت پرزیدنت کشور جناب عالی امام علی رحمان درباره عاقلانه استفاده بردن هر یک پارچه زیب قریب که اجرا شد. من گفتم نمیتونم که 100% زمینای ما عاقلانه استفاده برده میشن، ولی معرفت زراعتکاری، معرفت باغداری، مناسبت نسبت به استفاده بردن زمین و باغات و گرمخانه نسبت به سالهای پیش خیلی و خیلی رشد کرده ایستاده است. امروز حلقه ما آمادگی دیده ایستادیم برای زمستان سال آینده. در ماه ایون با ما میسر شد که کل مبلغ‌هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان جدا شدن برای خرید نمود انگشت، برای خرید نمود هیزم، پرزیدنت کشور دینا با 1.9 میلیون سومونی برای تامین نمودن این نوع از انگشتان از نوع عینی مبلغ جدا کرده شد و از ماه ایون از ماه ششم نیم ساله کم سر کرده ما علاقه مسئله آمادگی به زمستان را دیده ایستادیم. یکی از مسائل مهمی که در نیم ساله در نزد ما بود و این کار امروز هم با مرام ادامه دارد، این مسئله تامین در سطح بلند جشن گرفتن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و امروز در ولایت زیاده از 963 انشاءات گوناگون ساخته به استفاده داده شدند. قسمتشون در عرفه ساختمان است و در بعضی آنها متاسفانه ساختمان بعد از جشن هم ادامه می‌یابد، چون که از سبب نرسیدن مبلغ وقت و شرایط اقلیمی به ما امکان نیست که ما همه آنها را تا 9 سپتامبر با استفاده کنیم. بنابراین در بعضی انشاءات کار با ادامه می‌یابد. کارهای آبادانی، مسئله کبوترزارکنی، مسئله شنودن گل درخت تا هنوز با مرام ادامه دارند و ما خلاصای در کاری برآوردیم که برای من بعد در سال آینده چخیل از حساب امکانات‌های خودی، از حساب صاحبکاران داخلی ولایت، از حساب اهالی و از حساب مقامات ما توانیم این کارا را در سطح بهتر برآوریم.
جای پوشیده نیست که زیاد کارهای آبادانی از طرف کارمندان ساختارهای دولتی عملی کرده شد و خوشبختانه سال از سال شرکت اوله نیز در همین کارها زیاد شده است و هر کس ایسی وطن دوستی و زیباپرستی و دوست داشتن محل و آباد کردن شهر و نایه این ایسیات هم سال از سال این معرفت هم زیاد شده است و امید می‌کنم که در سالهای نزدیک مردم میتواند قسمت زیاد این کارا رو خودشان انجام دهند. او روز رفتن در بازار شهرخورو پمیداری که از بیرون روده میشد 1 کیلوگرم 6 سومونی، پمیدار استحصال خودی نرخش 8 سومونی. برای چی میگه این قیمت است؟ این میگه خودی است، تازه است، اکولوژی است. تخم مرغی که از بیرون میبریم 1 سومون 20 درم، تخم مرغی که استحصال خودی است میگه از سوچون از در مرغ 1 سومون و 39 درم. اینم یک تضاد خیلی عجیب است. ما فکر کنیم که محصولات خودی بود ارزانتر باشد، لیکن از محصولات از بیرون آوردگی اما زردآلو استحصال خودی، بادرنگ خودی، پمیدار خودی و اون با همون نرخ‌های جمهوری نگاه میکنن و همون نرخاتی از او بالاتر سودا میکنن. محصولات خودی گفته صفتش خوب است، از نقطه نظر اکولوژی و سیاه بهتر است، با نرخ بالاتر میفروشند.